سلام. کتابی که امروز میخوایم با هم بررسیش کنیم اسمش هست عادتهای اتمی یا همون The Atomic Habits از جیمز کلیر. کتابی که شاید اسمشو خیلیاتون شنیده باشین، 1000 جا دیدین، تو اینستاگرام دیدین، توی یوتیوب دیدین، توی کتاب فروشی یه دقیقه میچرخی توی bestsellerها این کتاب هست، ولی تا الان نخوندیش. پس این پادکست میتونه برای تو بهترین استراحت باشه، چون 10 دقیقه است، راحت کم میتونی توی این 10 دقیقه گوش کنی و خلاصه این کتابو داشته باشی. با یه سوال شروع میکنم. میگه که چرا بعضیا میتونن به راحتی عادتهای خوبو بسازن ولی بقیه همش شکست میخورن و عادتهای بدشون هی ادامه میدن؟ یعنی چجوری عادتهای خوب؟ یه روز خودتو تصور کن که همه کارهایی که دوست داری رو به راحتی انجام میدی بدون اینکه بهونه بیاری یا حس کنی سخته. مثلا صبح زود پا میشی، درستو میخونی، ورزشتو میری، حوصله داری، سر کار میری، شبم زود میخوابی، به همه کاراتم میرسی. دقیقاً چیزی که جیمز کلیر توی این کتاب عادتهای اتمی توضیح میده همین داستانه که چجوری روزمون رو به روزی که دلمون میخواد تبدیل کنیم. و توی این پادکستی که قرار گوش بدین 4 تا اصل طلایی این کتاب رو بررسی کردیم و با یه داستان واقعی قضیه رو شروع میکنیم که بریم تو دل داستان دیگه. حالا این داستان چیه؟ داستان یه تیم دوچرخه سواری بریتانیاییه که توی مسابقات جهانی همش شکست میخورن، هی شکست تا اینکه یه مربی جدید به اسم دیو بریلزفورد که اهل انگلیس هم هست اونو میارن توی تیم و آقای دیو یه استراتژی داشت به اسم بهبود 1%، یعنی تغییرات کوچیک ولی مداوم. مثلا چیکار میکرد؟ شاید براتون جالب باشه. شکل دوچرخه ها و بهتر کردن زین دوچرخه ها یکی از کارهای این آقا بود. لباسای ورزشکارا رو بهتر میکرد. تنظیم نور برای خواب بهتر ورزشکارا مثلا انجام میداد. و طی 5 سال این تیم چندین مدال طلای المپیک برد و چندین قهرمانی رو تجربه کرد. حالا این داستان کوتاه بهمون چی یاد میده؟ اینکه تغییرات کوچیک وقتی به صورت مداوم انجام بشن نتایج بزرگی میسازن. پس برای ساخت عادتهای بهتر لازم نیست از همون اول تغییرهای بزرگ ایجاد کنیم، مثلا بگی آقا از فردا دیگه من ساعت 4 صبح بیدار میشم. نه، بلکه روی بهبودهای جزئی تمرکز کنیم. حالا بریم سراغ این قانونا. این قانونا چیه که به ما یاد میده که ما این عادتها رو بهتر بکنیم؟ 4 تا قانون طلایی ساخت عادتهای اتمی. از اولین قانون شروع میکنم. واضحش کن یا همون make it obvious. میگه که چرا بعضی عادتها رو راحت انجام میدیم؟ چرا؟ بخواد فکر کن. چون جلوی چشمونن. جیمز کلیر میگه اگر میخوای یه عادت جدید بسازی باید اونو توی محیطت قابل مشاهده کنی. دقیقاً تایتل همین نکته چی بود؟ make it obvious. واضحش کن، بیار جلو چشت. مثلا اگه میخوای هر روز کتاب بخونی، کتابتو روی میز بذار کنار، نه توی کشو، نه توی کمد، نه اون ته زیر تخت. حالا یه راهکاری هست، میگه که پشت سازی عادتها اسم این راهکاره. یه عادت جدید رو به یه عادت قدیمی اضافه کن. مثلا بعد از نوشیدن قهوه 5 صفحه کتاب بخون. حالا که کتابتو گذاشتی روی میز، حالا یه قهوه داری میخوری یا مثلا توی اینستاگرام داری میگردی، بعدش بگو آقا من هر سری توی اینستاگرام میگردم، بعدش باید یه صفحه کتاب بخونم. و علاوه بر این میگه که عادتها باید واضح باشن. بهتر سیگنال های محیطی رو هم حذف کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه عادتی رو میخوای ترک بکنی، یه عادت بدی رو، نشونه های اون عادت رو از اطرافت حذف کن. مثلا اگر میخوای کمتر فست فود بخوری، اصلا نباید تو یخچالت غذاهای ناسالم داشته باشی. اصلا یه حرف خیلی معروفی هست که ورزشکارا میگن ساختن بدن از تو سوپرمارکت شروع میشه. چرا؟ چون دیگه غذاهای بد نمیخری، نمیخوری، پس دیگه خیالت راحته. اگر توی یخچالت غذاهای چرت و پرت نباشه، تو هم چرت و پرت نمیخوری، چیزی که هست تو میخوری. و جیمز کلیر نکتهش دقیقاً همینه. یا اون چیزایی که اطراف تو هستن خیلی روی تو تأثیر دارن. حالا چه دوست، چه چیزایی که
میبینی، چه چیزایی که نمیبینی، همه این داستانا. نکته دوم، جذابش کن. make it attractive. مغز ما عاشق پاداشای فوریه. پس اگه یه عادت برات جذاب نباشه انجامش نمیدی. اصلا کلا اگر چیزی برات جذاب نباشه انجامش نمیدی. مثلا اگه دوست نداری ورزش کنی، اگر عادت ورزش کردن رو هنوز توی خودت ایجاد نکردی، یه پلیلیست آهنگای مورد علاقت رو فقط برای ورزش بذار. بگو آقا من هر وقت میخوام این آهنگ، مثلا فلان آهنگ از شایع رو گوش کنم، فلان آهنگ از مهراد هیدن رو گوش کنم، فلان آهنگ از مهیار رو گوش کنم، باید در حین ورزش کردن باشه، وگرنه نمیتونم این آهنگ رو گوش کنم. و پای قولت وایسا. حالا یه راهکار دیگه هم هست به اسم گروه هویت. وقتی توی جمعی باشی که اون عادت‌ها رو دارن، تو هم راحت‌تر انجامش میدی. یعنی اگر میخوای بیشتر کتاب بخونی، با آدمایی که زیاد مطالعه میکنن وقت بگذرون. یه روش جالب دیگه هم هست به اسم روش جاذبه اجتماعی. یعنی از جاذبه اجتماعی تو استفاده بکنی. یعنی عادت‌های جدید رو با یه نفر دیگه انجام بدی که برات جذاب‌تر باشه. مثلا اگر تنهایی ورزش میکنی، یه رفیق پیدا کن باهاش برو سر تمرین. یا مثلا اگر تنهایی کتاب میخونی، یه رفیق پیدا کن باهاش برو کتاب بخون. و قانون سوم، آسونش کن. make it easy. چرا رژیم های سخت شکست میخورن؟ چرا هدف های بلند پرواز گونه هیچ وقت آدم بهشون نمیرسه؟ چون بیش از حد پیچیده و سخته. ببین مغز ما تنبله، پس تا میتونی براش کارو راحت کن. یعنی تو میخوای بری بدویی، اوکی هدفت اینه که تا سال بعد یه ماراتون شرکت کنی، ولی همون اول به ماراتونه فکر نکن. به این فکر کن که من آقا 1 کیلومتر بدوم، فردا 1.5 کیلومتر بدوم، پس فردا 2 کیلومتر بدوم. آقا توی 2 ماه دیدی داری 10 کیلومتر میتونی بدوی. ولی از همون اول اگر پاشی بگی که نه من امروز 42 کیلومتر میخوام بدوم، نمیشه دیگه. آروم آروم باید شروع بکنی. یه مثال بزنم، اگر میخوای روزی 30 دقیقه ورزش کنی، از 2 دقیقه شروع کن. باور کن این روش دقیقاً همون پیشرفت 1%. چون عادت مهمتر از مقدارشه. دوباره میگم عادت مهمتر از مقدارشه. یه روش کاربردی دیگه هم هست برای آسان‌تر کردن عادت‌ها، اینه که حداقل کار ممکن رو انجام بدی. یعنی به جای اینکه خودتو مجبور کنی هر روز نیم ساعت بدویی، فقط تصمیم بگیر هر روز کفشاتو بپوشی و 1 دقیقه بیرون وایسی. این باعث میشه مقاومت ذهنت کم بشه و بعدش بدون دردسر ادامه بدی. از همین تو این کارو بکنی دیگه میری میدویی. یعنی اگه مثلا فکر کن تو میگی میخوام برم بدوم، ولی میگی آقا هدفم رو بذار کوچیک‌تر در نظر بگیرم، کفشای ورزشیمو بپوشم برم بیرون. تا بیای به این فکر کنی که کفش پوشیدن راحته و کفشو داری پات میکنی و رفتی بیرون دم در وایسادی، میبینی که حوصله دویدن هم اومد، ولی اول حوصلش نبود. شاید به نظرت مسخره بیاد. دقیقاً همین الان که مثلا من اینا رو براتون نوشتم دارم میخونمش، با خودم فکر میکنم اگر من این کتابو نخونده بودم شاید برای منم این مسخره بود. ولی وقتی انجامش میدی میبینی که بابا جواب میده واقعا. و گزینه آخر، راضی کنندش کن. make it satisfying. اگر بلا فاصله بعد از انجام یک کار حس خوب بگیری، بیشتر انجامش میدی. مثلا یه پلنر داشته باش، برای خودت یه پلنر دانلود کن، یا حالا برای خودت یه دونه درست کن. هر روزی که میری ورزش آقا یه تیک بزن، یه حس خوب به خودت بده. حالا هر جوری که دوست داری به خودت جایزه بده، به خودت ببین میتونه هر چیزی باشه، ولی تا وقتی که خودت برای خودت این کار نکنی هیچ کس برای تو این کار رو نمیکنه. حالا راهکار دیگه هم هست که اسمش هست ردیابی عادت. دقیقاً همون چیزیه که گفتم ولی به یه شکل دیگه. میگه هر روز اگر یه عادت رو انجام دادی علامت بزن، دیدن پیشرفت مغزتو تشویق میکنه که ادامه بدی. یا مثلا حالا به جای تیک زدن میتونی یه تقویم بگیری و هر روز یه عادت رو انجام که دادی یه ضرب در روش بزنی. دقیقاً مثل همون پلنر که بهت گفتم. ولی چند روز پشت سر هم که این کارو بکنی دیگه دلت نمیاد این زنجیره قطع بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی دلت میخواد هی تیک بزنی. برای خودت جذابش کن. و بچه‌ها نکته‌های این کتاب تا اینجا بود. پیشنهاد میکنم این کتابو حتما بخونید، چون این 1/100 چیزیه که شما از این کتاب میتونید یاد بگیرید.
و حالا نوبت شماست، به من بگین اولین عادت خوبی که مثلا میخوای بسازی توی زندگی چیه؟ همون عادتی که همین الان که من اینو گفتم اومد توی ذهنت که میگی آقا من اینو باید عوض کنم، من اینو باید تغییر بدم، اون چیه؟ توی کامنت ها برام بنویس، بهم بگو. و اگر این ویدیو برات مفید بود و از این 10 دقیقه خوب استفاده کردی، برای دوستای مهمت بفرست. و تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.